بینندگان عزیز، با خبر شدیم که اسطوره کشتی جهان و کشورمون امام علی حبیبی دچار کسالت شدن و به همین منظور به یکی از بیمارستان‌های شهرستان بابل منتقل شدن تا مداوا و معالجه بر روی ایشون انجام بگیره. به همین منظور برای رفع نگرانی شما علاقه‌مندان به ورزش بالاخص کشتی تصمیم گرفتیم که به این مرکز بیایم تا گزارشات و تصاویری رو از وضعیت حال عمومی این جهان پهلوان تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کنیم. امیدواریم که تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، برای اینکه اطلاعات بیشتری رو از وضعیت پهلوان امام علی حبیبی در رابطه با کسالتی که داشتن جویا بشیم، اومدیم در کنار جناب آقای نصیرایی هستیم، کسی که در این سالهای اخیر همیشه یار و مددکار جناب حبیبی بودن و همیشه سعی کردن که در کنار ایشون باشن. آقای نصیرایی، یه مقدار در رابطه با وضعیت جهان پهلوان صحبت بفرمایید که اصلا چی شد ناگهان دچار کسالت شدن و به هر صورت مراحلی که در بیمارستان برای ایشون انجام شد تا به مداوا برسن. به نام خدا، ساعت هلوش 4:30 صبح بودش که 4:05 صبح بود که آقای حبیبی بلند شد جهت فریضه نماز. هنگام وضو گرفتن یه مقدار حالت تهوعی بهشون دست داده بود، سردرد شدید داشتن که زنگ زدن بلافاصله به ما. دیگه ما نمیدونیم چی جوری با چه سرعتی رفتیم اونجا، بلافاصله به بیمارستان منتقلش کردیم که پرسنل اینجا نهایت زحمت کشیدن. خب تو روز جمعه هم بود، یه مقداری ما دسترسی به دکترها کم بود، یه مقدار از ناحیه مغزی خیلی سکته کوچیک مغزی بودش، ولی خب خیلی حالشون بد بود که من اومدم اینجا. اصلا هم تنفسش خیلی غیر ارادی بودش، خیلی عادی بودش، ضربان قلبش بسیار غیر ارادی بودش، غیر عادی بودش. بعد علاوه دست راست هم یه مقداری مشکل داشتن که تا ساعت 3:30 بعد از ظهر فردا همینجوری بودن که منتقلشون کردن به بخش CCU. از ناحیه ضربان قلبشون هم یه مقدار مشکل داشت، انتقالشون دادن به CCU که بستری شدن. اونجا دیگه خیلی نهایت زحمت داد، هم کلیه پرسنل، البته برای همه هم میکشن، ولی برای ایشون خب چون بالاخره اسطوره این کشور هست، اسطوره این ورزش این کشور هستش، خیلی زحمت کشیدن. ساعت 3:30 بعد از ظهر بودش که من کنارشون نشسته بودم. اصلا انگار یه معجزه‌ای شد. یه دفعه زد پشت من، گفت پهلوان چطوری؟ من اصلا تعجب کردم، بلافاصله دکترها رو صدا کردم که اومدن، دیدن که اصلا یه معجزه‌ای شد. یعنی اون علائمی که درشون بود اصلا نبود. خیلی مسئولین خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن اینجا. جناب آقای ثمربخش، جناب آقای سعادتمند، آقای آری، همه اومدن، آقای رضیان، همه تشریف آوردن اینجا. آقای هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک تلفنی با من صحبت کرد، آقای عسکری محمدیان با هم، آقای محمد طلایی، همه خیلی زحمت کشیدن. ان شاءالله که ما بتونیم از زحماتشون یه جورایی قدردانی بکنیم. آقای نصیری، حالا شنیدم میشه که برای تکمیل معالجات ایشون پرونده ایشون هم به تهران میره و خودشون هم باید به تهران برن که یه چکاپ کامل هم اونجا انجام بشه. یه چکاپ کامل قرار بود انجام بده. البته ما یه 2-3 ماه پیش که با هم دیگه مسکو بودیم، یه همچین عارضه‌ای تقریبا یه 10 دقیقه‌ای براشون اتفاق افتاده بود، رد شد. دیگه ما دیگه حتما باید دیگه تو پرقو داشته باشیم اینجور افراد دیگه. واقعا دیشب که داشتیم باهاشون تلفنی خود داشتیم با صحبت می‌کردیم، تلفنی با مسکو صحبت کرده بودن، مثل که آقای مدویدم سکته مغزی کرده بودن که این تو رویش خیلی تاثیر گذاشته بود، چون هی به من میگفتش که مدویدم افتاد منم افتادم. گفتم نه، شما با مدوید خیلی فرق میکنیش، شما کشتیاتون هم یه دقیقه بودش دیگه، مریضیاتون هم همینجوری یه دقیقه است. پهلوان سلام. سلام. خسته نباشی. قربان شما، خیلی ممنون. آقا علاقه‌مندان به کشتی یه مقدار نگران شدن. خب نداره، در حال اتفاقی است برای همه میافتادیم، مهم نیستش. بچه‌ها دعا کردن، محبت کردن، مخصوصا بیمارستان همه خانم ها آقایون همه محبت کردن، زحمت کشیدن. من از همهشون ممنونم. پهلوان،
خیلی هم معتقد بودن که پهلوان مثل اون گذشته ها با فن سر و تریاکی این حریفش هم ضربه میکنه و تشک شونه هاشو با تشک آشنا میکنه. نه این فن رو پزشکان زحمت کشیدن ضربه کردن، بنده ضربه نکردم. در هر حال خدا هم محبت کرد و رحم کرد و اون خانوما همه ملت ایران مخصوصا من مدیون محبت های مردم ایران هستم، همه لطف کردن. الان وضعیت حال عمومیتون بهتر است ان شاء الله؟ حال عمومی هم خوبه، دکترم آقایون رضایت دادن که شما یه مقداری پرهیز یه غذای چیز دادن به ما، رژیم غذایی دادن، الحمدلله فعلا وضع خوبه. پهلوان نمیخوایم زیاده هم اذیتتون کنیم، فقط بفرمایید که قبل از اینکه خدای نکنه این اتفاق براتون افتاد علائم خاصی هم داشتین؟ یعنی از اون روز حالت کسالتی داشتین که یک دفعه دچار کسالت کامل شدید؟ نه این در اثر همون چیز گرمازدگی بود، چون من تو باغم رفت آمد زیاد میکنم، نبایستی تو این گرما میرفتم پایین. باغ ما سر بالا سر پایین داره، اینه که مقداری در اثر گرما اینجوری شد. با آقای عبدی هم که صحبت میکردیم ایشون اشاره کردن که برای چکاپ نهایی هم انشالله تهران میرید که پرونده رو کاملا اونجا مورد بررسی قرار بدید. قرار اینطور است که آقایون پزشکان تهران الان اصرار دارن، مخصوصا آقای حسنی محبت کردن، ایشون تشریف آوردن که حتما باید یه سری به پزشکان تهران هم شما هم منتظرم، گفتن یک هفته صبر کنید چون هوای تهران خودش برای آدمای سالم ضرر داره، چرا از آدم مریض. ما هم برای شما آرزوی سلامتی کامل داریم و امیدواریم باز هم شما رو سرحال و قبلق در تمامی صحنه‌ها ببینیم. تشکر میکنم، امیدواریم که شما همیشه موفق و مؤید باشید، چون شماها هستید که در هر حال این ورزشکاران ما، این قهرمانان ما تشویق میشن و در میادین ورزشی دنیا برای ما افتخار کسب میکنن. امیدواریم که شما هم در زندگیتون موفق و مؤید باشید.